بسیار خب، این بخشی که الان من میخوام بهتون بگم قسمت آخر بخش یا فصل 15 هم هست از دوره CSS. میخوایم به وسیله دانش HTML و CSSی که با هم توی دوره‌های قبل و هم تو همین دوره یاد گرفتیم، یک وب پیج کاملا حرفه‌ای رو و کاملا واقعی رو طراحی کنیم. این وب پیجی که الان شما مشاهده میکنید، این وب پیجی هست که ما میخوایم با هم دیگه از اول تا آخر عین به عین با هم دیگه طراحی کنیم. خب برای این کار من از فریمورک 960 گرید استفاده کردم که توضیحاتش رو توی جلسات پیش گفتم. برای استفاده از فریمورک 960 باید اول لینک کنیم به پیجمون. من اون رو قبلا به پروژم اضافه کردم و همچنین یه فولدر اضافه کردم به نام ایمیجز که تمامی عکس های مربوط به پروژم رو داخل این فولدر قرار دادم. اما بیاییم بررسی کلی روی این وب پیج داشته باشیم، ببینیم از چه قسمت هایی تشکیل شده. خب این وب پیجی که الان ما می‌بینیم از یه قسمت تشکیل شده که این بالا قرار گرفته که ما بهش میگیم هدر. خب هدر وب پیجمون هست که حالا می‌بینید فیکس هم هست و وقتی من اسکرول آپ و اسکرول داون میکنم این تکون نمیخوره و فیکس شده توی جای خودش. و از یه دونه رپر تشکیل شده که این کانتنت یا محتوای وب پیج من رو در بر گرفته و از دیو دیگه وجود داره توی این به نام رپر و ما این رو با کانتنت و محتوای وب پیجمون پر میکنیم. و یه قسمت هست به نام فوتر که این قسمت فوتر من بازم چندین لینک توش قرار گرفته. خب بیایم عیناً اینو رو بسازیم. پس گفتیم ما 3 تا دیو رو میتونیم توی این وب پیج ببینیم. اولین دیوی که میتونیم ببینیم دیو هست به نام هدر که من اینجا آیدی این دیو اولم رو میدم هدر. یه دیو دیگه داریم به نام رپر، من آیدیش رو میدم رپر. و آخرین دیومون چی بود؟ دیو فوتر بود دیگه، یعنی ما یه فوتر میخوایم برای وب پیجمون اینجا اضافه کنیم. پس آیدی هم باید باشه فوتر. خب بیایم سراغ دیو هدر ببینیم داخل دیو هدر چه المنت هایی وجود داره. داخل دیو هدر یه المنتی یه دیو دیگه وجود داره که من بهش میگم دیو کانتین. خب به خاطر اینکه محتویات این هدر من داخل اون دیو قرار گرفته، پس من داخل دیو هدر یه دیو میذارم که این دیو من بلخص میخوام از 960 گرید برای این دیوم استفاده کنم و بهش ویث بدم. و داخل دیو کانتین من توی هدر 2 تا دیو قرار گرفته که یکی این عکس ها، این 2 تا عکس قرار میگیره و این یکی هم این منوی سمت راست. خب پس داخل دیو کانتین من توی هدر 2 تا دیو دیگه دارم که دیو اول مکان قرار گرفتن عکس هم توی هدر هست و دیو دوم هم برای ساختن منو استفاده میکنم. برای دیو دوم یه آیدی میدم بهش میگم نو. خب بعدا من باش کار دارم توی CSS، میخوام از این آیدی استفاده کنم و یه سری استایل خاص رو به این دیو نوم بدم. اوکی بیایم داخل دیو ایمیجمون. ببینیم ما 2 تا عکس اینجا داریم، یه لوگو اینجا داریم، یه دونه مثلث که میخوایم این رو به پیجمون اضافه کنیم. پس گفتیم برای اضافه کردن یک عکس به وب پیج باید چیکار کنیم؟ از این المنت استفاده می‌کنیم به نام img attribute src و آدرس ریلیتیو رو اینجا تایپ می‌کنیم. من میخوام که از bg.jpg استفاده کنم. از logo.png خب و یه اتریبیوت alt رو گفتیم حتما برای img تون استفاده کنیم. من اینجا میدم pedal faster. خب و یه width میدم 216 پیکسل و یه هایت رو هم میدم 37 پیکسل. خب برای عکس اولم. عکس دوم رو هم اضافه میکنم image src فولدر images و header triangle رو میخوام که اضافه کنم به عکسم. پس اینجا می‌نویسم header triangle و دوباره alt رو میدم pedal faster. خب و width رو برابر با
116 پیکسل و هایت رو هم برابر با 100 پیکسل در نظر میگیرم. نه آره 100 پیکسل. خیلی خوب، اگه من پیجم رو اجرا کنم شما میبینید که این دوتا عکس هم به وب پیج من اضافه شد و دقیقاً بغل دست هم دیگه اومد، به جهت این که این دوتا عکس اینلاین هستن و المنت های اینلاین هم میان توی خط ظاهر میشه. اما بیایم سراغ قسمت نویگیشنمون و نویگیشنمون بسازیم. این قسمت ما میتونیم از یه یو ال استفاده کنیم برای ساختنش، اما چون دیگه کارهای خاصی بیشتر از این منو نداره و من نمیخوام حالا بعداً کشویی کنم یا منوی دراپ داون لیست ایجاد کنم، اینا رو هم برای راحتی میتونم از همون المنت A استفاده کنم. پس میام همون المنت A رو مینویسم، اینجا مینویسم A، ولی منتهای مراتب دیگه href رو در واقع مقداری نمی‌کنم، چون من حالا فعلا نمیخوام که چندین وب پیج داشته باشم و حالا وب پیجم لینک بشه به این وب پیج های دیگه. و حالا اینجا مینویسم هوم، یه دونه فاصله میذارم، یه دونه اسلش، دوباره یه A. بذارید کپی کنم این رو که وقتمون هم گرفته نشه. ببینید این A رو کپی میکنم اینجا، به جای هوم میذارم نیوز. خب دوباره یه دونه اسلش میذارم، دوباره A رو کپی میکنم، به جای هوم میذارم این دفعه آرکایو یا آرشیوز و یه اینتر، دوباره یه دونه element A attribute element ببخشید text link aboutش رو می‌نویسم و دوباره یه slash آخرین A رو هم چیکار کنم اینجا پیست میکنم و می‌نویسم contact. به همین سادگی ببین این منوی ما هم اینجا ساخته شد و اومد زیرش قرار گرفت، به جهتی که دو تا دیو هستن، دو تا دیو میان زیر هم دیگه قرار میگیره. کار دیگه با هدرمون نداریم، تمامی المنت های هدرمون اینجا نوشتیم. این سراغ المنت های رپرمون. ببین داخل رپر چه المنت هایی وجود داره. ببین داخل رپر من یه دونه دیو رپر دارم دیگه، درسته؟ بعد داخلش دوباره یه دیو کانتین میذارم که میخوام اندازه این دیو رپر رو مشخص کنم. بعد بیام یه دونه h1 اینجا دارم، از یه h1 استفاده میکنم و از چندین المنت پاراگراف یا المنت p اینجا استفاده میکنم. اما چون اینا همه میخوام با هم دیگه حرکت کنن، اینا رو میذارم داخل یه دیو. خب اینا رو میذارم داخل یه دیو. پس من یه دونه اینجا h1 دارم و یه دونه دیو دارم علاوه بر اون المنت کانتینی که دارم. پس داخل المنت رپر هم دوباره یه دیو ایجاد میکنم. خب و داخل المنت دیوم دوباره یه دونه المنت h1 ایجاد میکنم. خب این h1 هم که ایجاد میکنه لینک دیگه، من اینجا باید لینکش رو هم ایجاد کنم. پس از A href رو خالی میذارم و A رو میبندم، همچنین h1 رو میبندم، مقدارش رو به عنوان mat fixed gear عرضم به حضور شما که forever بود در نظر میگیرم. اما گفتیم به غیر از این h1 هم یه دیو دیگه داریم که داخلش 3 تا پاراگراف قرار میگیره. پاراگراف اول اون تاریخی بود که من میخوام اینجا داشته باشم، پس این پاراگراف اول رو داخل p میذارم. پاراگراف دوم رو این پاراگراف در نظر میگیرم به عنوان مقدار و پاراگراف سوم رو میام چیکار میکنم؟ میام این پاراگراف رو میگیرم، این پاراگراف رو. اوکی، این رو هم دوباره پیست میکنم. وقتی این کار رو انجام دادم، کار من با کانتینینگ رپر بالا تموم شد. میام سراغ کانتینینگ رپر پایین، دوباره یه دونه دیو دیگه میذارم که داخل این دیو من دوباره میبینید یه دونه h2 اینجا وجود داره. خب و از چندین دیو دیگه تشکیل شده. ببینید این قسمت رو ما یه دیو میذاریم که داخلش عکس هست و 3 تا پاراگراف دوباره. خب و همچنین این قسمت رو دوباره یه دیو دیگه عکس 3 تا پاراگراف و یه دیو دیگه کامل عکس 3 تا پاراگراف و یه دیو دیگه عکس 3 تا پاراگراف. پس یه h2 داریم اینجا و 4 تا دیو با
که هر کدومشون یه عکس و 3 تا پاراگراف دارن. خیلی خب شروع کنیم به ساختنش. گفتیم یه h2 اینجا میذاریم. این h2 ما لینک بود. href رو خالی میذاریم و حالا می‌نویسیم more article. خب و بعد میایم یه دونه دیو ایجاد میکنیم. این دیو من گفتم که یه دونه img داره. attribute src رو با مقدار more 1 مقدار دهی میکنم. alt رو میدم چی؟ alt رو میدم خالی و حالا width رو میدم 225 پیکسل و height رو هم بدم 125 پیکسل. این هم میدم 220 پیکسل. خب بعد بیام یه element p بذارم اینجا. داخل element p یه دونه بذارم که میخوام لینک بشه این element p و بعد هم کانتنت یا محتوای این رو کپی کنم بذارم داخل element p. خب و بعد هم دوباره یه element p دیگه بذارید من این رو دوباره کپی کنم که نخوام دوباره تایپ کنم. یه element p دیگه خب کانتنتش فرق میکنه و کانتنت رو از اینجا کمک میگیرم و دوباره یه دونه element p دیگه و طبق معمول کانتنت رو می‌نویسیم اینجا. بسیار هم خوب. پس ما دیو اولمون رو ساختیم. ببینید اگه من پیجم رو اجرا کنم ما همچین استایل رو داریم. دیو اولمون رو هم ساختیم. 3 تا دیگه از این دیو ها میخوام فقط کانتنتشون عوض بشه. پس یه دیو دیگه، 2 دیو دیگه و 3 دیو دیگه. خب برای دیو دوم مور 2 رو میذارم و حالا کانتنت های مربوط به خودش رو میذارم. برای این رو کپی میکنم و توی پاراگراف اول این رو هم کپی میکنم توی پاراگراف دوم. این هم پاراگراف کپی میکنم. خیلی سخته این انتخاب کردن این چیزا. پاراگرافات تمرکز خاص خودشون میخواد. تو پاراگراف سوم اوکی. برای مورد 3 و فکر کنم سخت این کار پروژه اون همین انتخاب کردن اینا باشه. اولی این دومی و میپره. ببین این هم سومی و البته یه راه دیگه نه راهی نداره چون لینک ای بابا این برای پاراگراف اوله دیو آخرم برای پاراگراف دوم دیو آخرم این رو کپی میکنم و بسیار هم خوب. سخت این کار پیجمون تمام شد. کپی کردن پاراگراف ها توی این پاراگراف هایی که اینجا ساختیم. خب این هم از دیو رپر هم. کار دیگه با دیو رپر هم ندارم. تمام المنت های دیو رپر هم ساختم. اگه من پیجم رو اجرا کنم ببینید که یک ساختار کاملا HTML ما اینجا میتونیم ببینیم. خب بیام داخل دیو فوتر. دوباره دیو فوتر یه دونه دیو کانتین داره که اندازه قراره بهش بدیم و دوباره پی داره که داخل این پی المنت A داره. href رو میذاریم اینجا و با عنوان مقدار بهش فکر کنم legal information قراره بدیم. بله legal information رو اینجا تایپ میکنیم و اینجا دوباره یه المنت بذارید اینو دوباره کپی کنم یه المنت A دیگه و اینجا
بعد و حالا اینجا دوباره قسمت کپی رایت این وب پیج رو هم میذاریم. بسیار خوب، کار HTML ما تموم شد. تمام المنت هایی که میخواستیم رو به پیجمون اضافه کردیم و حالا هنرمون اینه که به وسیله CSS بیایم چیکار کنیم؟ به وسیله CSS بیایم از این ساختار کاملا خام HTML یه همچین دیزاین رو در بیاریم. این هنر ماست و همچنین قدرت CSS. خیلی خب، برای این ویدیو کافیه، یک مقدار طولانی شد. میخوام که توی ویدیوهای بعد راجع به طرز طراحی این وب پیج بیشتر صحبت کنم.